جلسه گذشته در مورد اگزیستانسیالیسم صحبت کردم و از 4 پنجره به این موضوع پرداختم. خاطر شریفتون باشه چهره‌ها آشنا عموما هستن، ولی خب برای بزرگوارانی که جلسه قبل نبودن یه مرور سریع بکنم دوباره مطلب زنده بشه تو ذهنمون، چون امروز هم نیاز داریم با اون 4 پنجره کم و بیش. خاطر شریفتون باشه پنجره اولش لانه سگ بود، یعنی دقیقاً متمرکز به بحثی بود از کیرکگارد که اونجا ما میگفتیم که فیلسوفان میان سیستم سازی‌های فلسفی انجام میدن، کلمه‌های قلمبه سلمبه ایجاد میکنن، اما این کلمه‌های قلمبه سلمبه و این سیستم سازی‌های فلسفی ربط و نسبتی با زندگی من به عنوان یک انسان پوست و گوشداری که درد میکشه، رنج میبره نداره. یه سیستم فلسفیه که خود اون فیلسوف هم اونجا ساکن نمیتونه بشه، نمیتونه تو اون اتاقهای زیباش ساکن بشه و میره کجا ساکن میشه؟ نهایتاً خوش شانس باشه توی لانه سگش ساکن میشه. و به همین جهت خیلی با زندگی یا به هستی انضمامی ما، این کلمه یادمون باشه، به هستی انضمامی ما پیوندی نداره. پنجره اولمون لانه سگ بود. میگفتیم تو اون سیستم‌های فلسفی فردیت من انسان گم میشه. من اصلا گم میشم. بودن من گم میشه. نوع تلقی من، شهودهای من، نوع برخورد من با عالم، با هستی گم میشه. همه چی باید توی چارچوب خاصی قرار بگیره که اون جناب فیلسوف گفته و اگر چیزی تو اون چارچوب خاص قرار نمیگیره ما باید با مشتلقت اون چارچوب خاص قرارش بدیم، جاگیر بشه. چون فردیت من گم میشه، خاطرتون باشه پنجره دوم رو چی گذاشتیم اسمش رو؟ فردیت و اصالت. فردیت و اصالت پنجره دوم ما بود. اونجا میگفتیم لفظهای مختلفی توی بین اگزیستانسیالیست ها در مورد این موضوع گفته میشه، مثلا گله شدن از طرف نیچه که میگفتیم مسیحی ها گلن، یه سری آدمایی هستن که طبق یه اصول خاصی توی چارچوب خاصی دارن فکر میکنن کسی هم به این راحتی، یعنی به اون امنیت تن دادن، به اون امنیت همرنگ شدن تن دادن، توده‌ای شدن، میانمایه شدن، تنهایی درون فردی. چیزی بود که یالوم میگفت، تنهایی درون فردی یعنی من در درون خودم هم غریبه میشم با خودم. من دیگه جرأت این رو ندارم که حتی احساسات خودم رو بالا بیارم، من جرأت این رو ندارم که خواسته های اصلی خودم رو درک کنم، اصلا جرأت این کارا رو ندارم. در درون خودم غریب شدم، تنها شدم. و بعد اون بخشی از رمان آنتوان بلویر رو براتون خوندم از پل نیزام، اون بخش شگفت انگیزش که میگفت این زندگی تو مقدمه ذکر کرده بود از خود رمان که این زندگی ما مرگسرشت شده، یعنی زندگی رو به ما اینجوری یاد دادن، ما رو پاره پاره کردن و از هر کدوم از ما اون تیکه‌ای رو انتخاب کردن که به درد خودشون میخوره. اینه که آنتوان بلوایی اصلا نمیتونه تصور کنه که اون میتونه چیزی بیش از یک راننده ماشین باشه، میتونه چیزی بیش از مهره‌ای باشه برای یک ماشین عظیم. خودش رو فراموش کرده، خویشتن خودش رو فراموش کرده و هر موقع هم که میخواد اون خویشتن خودش رو به یاد بیاره یه چارچوب‌های عجیب و غریبی، یه سری ضوابط و مقررات عجیب و غریبی هست که از طرف اجتماع، از طرف پدر، از طرف مادر، از طرف همسر، از طرف بالادستان، فرادستان به اون دیکته میشه و اون باز مجبور میشه خودش رو گم کنه و بیگانه بشه با خودش. اینا پنجره دوم بود. پنجره سوم یا این یا آن بود که کاملا کیرکگاردیه. در حقیقت نقطه شروع و یکی از نقاط مهم توی فلسفه اگزیستانسیالیسمه که میگه باید انتخاب کنی، یا این یا آن. هم این هم آن نمیشه، یکی رو باید انتخاب کنی. که توی کتاب یا این یا آن کیرکگارد صحبت از تنشیه که بین 2 تا ساحتیه که کیرکگارد ازش صحبت میکنه، ساحت زیبایی شناسانه و ساحت اخلاقی. جلوتر بهش میپردازم. و در نهایت پنجره چهارم دغدغه‌های اگزیستانسیالیستیه که این دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی خاطرتون باشه از همون گیرگمش سیرش رو گرفتیم، در مورد مرگ و اضطراب مرگ صحبت کردیم، بعد اومدیم جلوتر تو کتاب جامع در مورد بیهودگی حرف زدیم و بعد اومدیم در مورد مواردی ایوب، رنج کشیدن، رنج بی‌معنا بردن، رنج بیهوده، دوزخ شرریز رنج بیهوده ماست، در مورد این صحبت کردیم و گفتیم که از نظر یالوم 4 دغدغه اساسی وجود داره. یکی دغدغه مرگه، یکی دغدغه تنهاییه، یکی دغدغه معناه. دغدغه معنا جزء موارد مهمیه که توی بحث اگزیستانسیالیسم مطرح میشه. و چهارمیش اضطراب انتخابه. یعنی پروژه یالوم این بود، برخلاف پروژه فرویدیا اینطور تعریف میشد. فروید یا کسانی که شبیه اون فکر میکنن ساده سازی شده بخوایم در موردش صحبت کنیم، اینطور باید بگیم که از نظر اونا زمانی من دچار مشکل میشم
که بین واقعیتی که در بیرون وجود داره و میل من، خواهش من، تضاد وجود داره. وقتی تضاد به وجود میاد بین واقعیت بیرونی و خواسته من دچار تنش میشم. نوفرویدیا مثلا میگفتن زمانی که بین رشد من و امنیت من تضاد به وجود میاد من دچار تنش میشم، بین رشد و امنیت. اما نظر یالا میگفت زمانی من دچار مشکلم از این جهت که با 4 مسلم هستی، مسلمات هستی خانم سپید حبیب ترجمه کرده، با 4 مسلم هستی در حقیقت درگیر میشم، با مرگ، با تنهایی، با پوچی و نظیره. خب همینجا من وایسم از کتاب تکرار از کیرکگارد بحث معناشو بخونم و بعد ببینید اون مفهوم وانهادگی و پرتاب شدگی که بعدها توسط هایدگر و شبیه‌اون مطرح شد حدود 1 قرن بعدش تو اون بند اومده. از کتاب تکرار براتون میخونم، بسیار زیبا این بندش، تأثیرگذاره. میگه انگشتم را در خاک هستی فرو میکنم، در خاک زندگی. هیچ چیز حس نمیکنم. من کجایم؟ جهان چیست؟ اصلا معنای این کلمه چیست؟ چه کسی مرا اغفال کرده و در این دام انداخته است و اینک مرا وانهاده و رفته است؟ من کیستم؟ ببینید لفظا رو دقت کنید. چه کسی مرا اغفال کرده و در این دام انداخته و اینک مرا وانهاده و رفته است؟ من کیستم؟ چرا مرا از قواعد و مقررات مطلع نکردند؟ ناغافل هل دادند به داخل صف، انگار که روح فروشی به زور مرا در صفی چکانده باشد. آخر من چگونه درگیر این کسب و کار بی در و پیکری شدم که نامش را گذاشتند واقعیت بالفعل؟ اصلا چرا میبایستی درگیرش میشدم؟ قشنگ داره حرف از پرتاب شدگی میزنه، حرف از وانهادگی میزنه. میگه منو تو این زندگی پرت کردن، ازم هم نپرسیدن ها. میگه چون آمدنم به من نبود روز نخست، این رفتن بی مراد از نیست درست. اصلا به دست من نبود، پرت هم کردن تو این زندگی. من پرت شدم، بعد وانهاده هم نمیدونم بعد چی کار کنم. این مفهومایی بود که پرتاب شدگی مفهومی بود که توسط هایدگر مطرح شد. وانهادگی توسط اگزیستانسیالیست‌ها مطرح شد که دیگه ما مثل دکارت خدایی نداریم که بیاد اون چیزهایی که فکر میکنیم رو تضمین کنه برای ما و به ما بگه که درست فکر میکنیم. چون دکارت میگفت من به خدا قائلم، خدا رو حالا به تصور خودش اثبات میکرد تو اون تأمل 3 و 5 و میگفت این خدا که فریبکار نیست. پس این چیزهایی که من دارم با عقل بهش میرسم قطعاً خالی از فریبه، قطعاً درسته. اما سارتر میگفت ما متاسفانه دیگه اون تکیهگاه ها رو نداریم، ما وانهاده ایم، ما وانهاده شدیم. پرتاب شدگی و وانهادگی توی کتاب تکرار ذکر شده بوده. اما موضوع چیه؟ موضوع اینه که اینها حدود 1 قرن بعد از کیرکگارد فراگیر میشه و تو جهان گل میکنه. تو کافه های فرانسه در موردش حرف میزنن اگزیستانسیالیستا. چرا؟ به خاطر 2 جنگ بزرگ، به خاطر 2 شر بشری، به خاطر اتفاقی که همه چیز ویران میشه، همه چیز رو سر مردم خراب میشه. فقط مردم میبینن اون نظمی که فکر میکردن وجود داره وجود نداشته، اون حساب و کتابی که فکر میکردن وجود داره وجود نداشته. فقط دنبال یک پناهگاه یا یک فکری میگشتن که هم بتونن پاس زندگی رو بدارن، زندگی رو پاس بدارن، اونها رو نسبت به اون زندگی کوتاهی که دارن مسئولیت پذیر کنه و همین که بتونن این رنج و این بی‌نظمی و این از بین رفتن همه چیز رو، این خراب شدن همه چیز رو یک جوری بفهمن و معنایی برای زندگی خودشون تصویر و تصور کنن. فلسفه ها درسته که زمانهای ایده‌های تو ذهن افراد شکل میگیره، ولی حوادث تاریخی باید رخ بده که اون فلسفه ها گل کنه. و اگزیستانسیالیسم به خاطر این اتفاق گل میکنه. اگزیستانسیالیسمی که توسط کیرکگارد به نوعی شروع شد تو قرن 19. میخوام به زندگی از تولد تا مرگ کیرکگارد بپردازم. پنجره اول امروز من این میشه، تولد تا مرگ کیرکگارد. اوایل قرن 19 دانمارک، پدر تاجر، مسیحی، لوتری و به شدت سرشار از احساس گناه، به شدت سرشار از احساس گناه. نوجوان بوده، زندگیش خیلی نکبتبار بوده، زندگی سختی میگذرونده، ناسزایی به خدا میگه تو همون عالم ناراحتی
و رنج و درد به خدا ناسزا میگه در نوجوانی. و اتفاقا اون فوشه انگار میگیره، از اون به بعد اوضاعش خوب میشه، اوضاعش انقدر خوب میشه که از یه جایی به بعد دیگه اصلا نیازی به کار کردن نداشته. اما تصور پدر کیرکگارد از این فوش، از اون ناسزا چی بوده؟ میگه الان خدا داره زندگی منو به سامان میکنه، همه چیز رو داره رو به راه میکنه که مدام اون ناسزا رو به یاد من بیاره. مدام داره اینو میزنه تو صورت من که تو به من فوش دادی، یادته؟ چی میخواستی؟ زندگی خوب میخواستی؟ بیا اینم زندگی خوب. این زندگی خوبش اینجور تفسیر میکنه. تمام وجودش با این گناه میپیچیده، انقدر که زمانی که دیگه نیازی به کار کردن نداشته انگار کار رو کنار میذاره، شروع کنه فکر کردن به گناه خودش، الهیات خوندن و به فرزندانش این گناه آلود بودن سرشت آدمی رو مدام یادآور میشه. این ایده لوتری رو که سرشت آدم گناه آلوده، این یه بخشی از قضیه است. جنبه دیگه گناه آلوده پدر کیرکگارد چی بوده؟ این بوده: فرد ثروتمندی بوده، خدمه یا کلفتی توی خونه داشته، خارج از چارچوب ازدواج با اون خدمه یا کلفت ارتباط جنسی برقرار میکنه و از قضا حامله میشه اون خدمه و بعد مجبور میشه باهاش ازدواج کنه. و باز این موضوع موضوعی بوده که مدام پیش چشمش بوده که من فرزندی دارم خارج از چارچوب ازدواج، فرزندی دارم به تعبیر حالا اونها یه فرزند حرامزاده دارم. و بعد پس از اون 7 فرزند به دنیا میاد، در کل 7 فرزند به دنیا میاد که کیرکگارد آخرین فرزند بوده. در پیری اون پدر و مادر به دنیا میاد و تاوان پیری اونها رو با گوش پشت بودن و دست و پای کج و کوله میده. این تصور گناه آلود بودن انسان هم به واسطه اون ناسزا و هم به واسطه اون رابطه خارج از ازدواج در چشم پدر کیرکگارد بسیار پررنگ بوده و مدام اینها رو به فرزندش یادآوری میکرده و فرزندش، و نکته عجیب اینه، نکته خیلی عجیب اینه، منتظر بوده که اتفاقی هم بیفته تو زندگیش، منتظر عذاب الهی بوده، یه سناریوی عجیب و غریبی برای خودش چیده بوده و اون سناریو هم رخ میده، اینکه فرزندانش خواهند مرد قبل از 33 سالگی. چرا 33 سالگی؟ 33 سالگی سال به صلیب کشیده شد، سن به صلیب کشیده شدن مسیح. و اتفاقا 2 دخترش در 33 سالگی میمیرن. 5 فرزند از این 7 فرزند میمیره. 5 فرزند. کیرکگارد میمونه و برادرش پیتر که در حقیقت به تشویق پدر شروع میکنن به الهیات خوندن. زندگیشون به شدت غرق حس گناه بوده. این حس گناه و این حس مالی خولیا رو کیرکگارد انگار از پدر به ارث برده بوده. تو جوانیش که میرسه حدود مثلا اگر درست روزنم باشه 23 سالگی میگساری میکنه شدید و بعد با یک سکس ورکر میخوابه و بعد اون هم این حس گناهه تو کیرکگارد هم به شدت پررنگ میشه، حس گناه، ناامیدی که میخواد بکشوندش به سمت خودکشی. یکی از نقاط عطف زندگیش اینه که با رگینا اولسن آشنا میشه، دختر 15 ساله زیبای باهوشی که انگار خواستگاری هم داشته و کیرکگارد میتونه اون از چنگ خواستگارش در بیاره و بله رو بگیره. اما انقدر احساس گناه تو این آدم شدید بوده که اون رابطه رو به هم میزنه. از ویل دورانت براتون بخونم تفسیرهای زندگی، یه بخشش رو براتون میخونم، البته این تنها تفسیر نیست، توضیح خواهم داد. میگه میترسید گناهی را که به زعم او از پدرش به ارث برده بود مربوط به عمل جنسی باشد و به زن و فرزندانش منتقل شود. به سبب کمرویی و ترس و اندیشه ناشی از آن احساس کرد که توانایی ازدواج ندارد. این تفسیری در بین تفاسیر مختلفیه که چرا کیرکگارد رابطه خودش رو با رگینا اولسن به هم زد. اما قصه پیچیده‌تر از اینه و نکته مهم اینه که آدما تو کارهایی که دارن انجام میدن تک انگیزه نیستن. آدم‌ها که خودکاری میکنن قشنگ متوجه میشن که یه موضوع یه انگیزه نداره، انگیزه‌های مختلفی داره. و نکته جالب اینه که یکی از سوالاتی که پیش روی کیرکگارد بوده این بوده که چرا من رابطه‌ام با رگینا اولسن به هم زدم. خیلی جالبه نه؟ یعنی تو اون فضای هگل زده با اون سیستم فلسفی عجیب و غریب،
با اون کاخ بلند، با اون کلمات قلمبه سلمبه، یه نفر داره به این فکر میکنه که خب من چرا رابطه‌مو با رگینه اولسن به هم زدم؟ فلسفی اندیشیدنش این گونه است. حرفای مختلفی میزنه. یه جایی میگه که تو اون کاوش‌های درمیش میگه یه جایی من به این نتیجه رسیدم که ازدواج کردن من با رگینه اولسن خلاف خواست خداست. عشق من نباید در ازدواج تجلی پیدا میکرد. عشق من نباید در ازدواج تجلی پیدا میکرد. میگفت رگینه اولسن مثل یه ماده بغل میجنگید برای این رابطه. من اگر مطمئن نبودم که این خلاف خواست خداست تسلیم میشدم، اما مطمئن بودم که خلاف خواست خداست. کیرکگارد رو میشه به نوعی یه فیلسوف سوءظن هم دونست در کنار سه تا متفکر بزرگ مثل فروید، نیچه و مارکس. میشه اون رو متفکر سوءظن دونست. نسبت به ازدواج سوءظن داشته. من این متن براتون بخونم که میخوام بگم انگیزه‌ها یکسان فقط صرف این که حس گناه داشته نبوده. یکی از آدمایی بوده که ازدواج رو نشونه گرفته. میگه مسئله این تو خاطرات روزانه‌اش نوشته، بعد از مرگ چاپ شده. مسئله خطرناک در ازدواج و تأهل همه تزویر و ریای ملازم آن است. میگه ازدواج و تأهل با تزویر و ریا همراهه. این که آدم هر کاری میکند برای خاطر همسر و فرزندان میکند. فرد غرق در مادیات و بزدلی و دنیاپرستی میشود و بعد به همه چیز رنگ و لعاب مقدس میزند و با خود میگوید همه اینها به خیر و صلاح خودت است، چون همه اینها محض خاطر همسر و فرزندان است. یه همچین نوع نگاهی به ازدواج داشته و من خاطر طبیعیه که تصور کنه که خب اون عشق من نباید در قالب ازدواج متجلی میشد و دقیقاً این رو توی کتاب تکرار مینویسه. شما کتاب تکرار رو بخونید یه جایش دقیقاً انگار داره وصف حال خودش رو میکنه. داره دقیقاً وصف حال خودش رو میکنه که چی شد که من اون رابطه رو قطع کردم و حتی قطع کردن اون رابطه رو با اون از دست دادنهای ایوب پهلو به پهلو میدونه. میگه حتی اگر عالم در مقابلم بایستد، حتی اگر تمام حکیمان مدرسی با من جدل کنند، حتی اگر این به بهای جانم باشد، باز حق با من است. هیچ کس نمیتواند این حق را از من بگیرد. حتی اگر هیچ زبانی نباشد که بتوانم منظورم را با آن بیان کنم، رفتار من صحیح بوده. عشق من را روا نمی‌دارد که در ازدواج جلوه‌گر شود. اگر ازدواج می‌کردم تباهش می‌کردم. نوع تلقی رو نگاه کنید. این آدم به شدت توانمند بوده که اون چارچوب‌های اجتماعی رو بشکنه و خودش فکر کنه و به تعبیر روشنگریش جسارت این رو داشته که خودش فکر کنه و سوءظن داشته به ازدواج و این سوءظن رو بیان می‌کرده. تو بخش زیبایی شناسانه بیشتر توضیح میدم در مورد این موضوع. خب پس با یه آدمی بود سر کار داریم مالیخولیایی، به شدت درگیر موضوع گناه، به شدت درگیر سرشت گناه آلوده انسان، تو تعبیر مسیحی لوتری. با یه همچین آدمی طرفیم و ژست نوشتنش بسیار جذاب. یادتون باشه تو اون جلسه اولی که در مورد رواقیون صحبت کردم در مورد ژست صحبت کردیم. گفتم تو مجلس ضیافت ژست فلسفیدن چطوری بوده؟ این بوده که می میزدن و در حین میگساری در مورد فلسفه هم صحبت میکردن. مشایون فلسفه ورزشون چجوری بوده؟ قدم میزدن و در مورد فلسفه صحبت میکردن. سقراط آدمی بوده که راه میافتاده تو دل میدون شهر رو در مورد فلسفه صحبت میکرده و زنون رواقی زیر اون رواق پویکیله، زیر رواق تو دل شهر، تو میدون شهر فلسفه ورزی میکرده. وقتی شما به اپیکور نگاه میکنی که میره خارج از شهر و باغی بنا میکنه و اونجا شروع میکنه از فلسفه حرف زدن، خود به خود چیزایی دستت میاد که این سبک و سیاقش چیه. وقتی به سقراطی که تو شهر قدم میزده نگاه میکنی میفهمی که به تعبیر سیسرون این آدمی بوده که فلسفه رو از آسمون آورده تو وسط میدون شهر. اما کیرکگارد چطور مینوشته؟ ژست فلسفیش هم ژست عجیبیه، تقریبا منحصر به فرده. خونه بزرگ داشته به واسطه ارثی که از پدر بهش رسیده بوده، پدر پولدار بوده، این دیگه نیاز به کارم نداشته. خونه بزرگ داشته، یه میز خطابه داشته، پشت میز خطابه می ایستاده، انگار که داره خطابه میگه و در اون حال می نوشته، ایستاده می نوشته، انگار که داره خطابه میگه برای جمعی
ولی خطابه نمیگفته، مینوشته. و میگفته من با دو دست مینویسم، با دست راست برای خدایا مینویسم و با دست چپ برای شیاطین. باز همین جست فلسفیش گویای دیگه، داره خطابه میگه و به تعبیری آستانه نشین بوده. دیدید این کتاب احتمالاً 3 آستانه نشین که یکی از اون 3 آستانه نشین کیرکگارده. آستانه نشین یعنی دم در کلیسا وای میستاده، با آدمای داخل نمیرفته، چون با کلیسای دانمارک اون زمان مشکل داشته، داخل نمیرفته، دم در کلیسا وای میستاده، انگار که داره خطابه میگه، پشت میز خطابه، و با اون آدمایی که داخل اون کلیسا بودن صحبت میکرده و همینطور با آدمایی که بیرون کلیسا. من داخل کلیسا نمیرم، کلیسای شما رو قبول ندارم، اما دوست دارم با اون آدمایی که داخلن و با اون آدمایی که بیرونن حرف بزنم. و به این معنی آستانه نشین بوده. به معنی دیگه هم میشه گفت آستانه نشین بوده. کتاباشو وقتی میخونید نمیدونید داره چی میخونید، تو چه ژانری دارید میخونید. داره رمان میگه، داره حدیث نفس میکنه، داره فلسفه میگه، داره در مورد تئاتر حرف، در مورد چی داری حرف میزنی؟ آستانه نشین بوده، تو مرز بوده، اصلا این آدم نگاه چارچوب نمیپذیرفته، آستانه نشین بوده. جست فلسفیش پس این بوده، پشت میز خطابه. و نکته خیلی مهم اینه، تو پنجره اول هفته پیش گفتیم سیستم سازی فلسفی آدم از هستی انضمامی جدا میکنه دیگه، فیلسوف رو از هستی انضمامی جدا میکنه. خب من کیرکگارد چیکار کنم که باز از هستی انضمامی جدا نشم؟ من کیرکگارد چیکار کنم که در مورد آدم پوست و گوشداری بنویسم که رنج میکشه؟ چجوری چیکار باید بکنم؟ کار عجیبی میکردم، اسامی مستعار مینوشته و انگار با هر اسمی میرفته تو جلد یه نفر، میرفته تو پوست یه نفر و سعی میکرده حس و حال اون آدم رو بفهمه. میخواسته فکر کنه ببینه مثلا یه آدمی که دونژوانه، اغواگره، مدام از یک زن به یک زن دیگه میپره و مدام اینها رو اغوا میکنه، چی حس میکنه، تا بیاد ساحت زیبایی شناسانه رو با تفکر در مورد حس و حال اون آدمی که دونژوانه ترسیم کنه و در موردش حرف بزنه. میخواسته فکر کنه که خب ببینه یه آدمی که تو مرحله اخلاقیه چطور فکر میکنه، چجور حس میکنه، و به همین خاطر میرفته تو جلد یه آدم اخلاقی و سعی میکرده که حس و حال اون رو درک کنه و اون رو در مقابل یک دونژوان قرار بده، گفتگوهای بین این دو نفر رو شکل بده و توضیح بده که اوضاع و احوال اون چطوره. میخواسته حالشون رو توصیف کنه که توی خواننده، من خواننده بخونیم ببینیم که یه دونژوان با خودش چی حس میکنه، یه فرد اخلاقی با خودش چی حس میکنه. سعی میکرده بره تو پوست ابراهیم که اون ترس و اضطرابی که داره اون 3 روز از اون کوه بالا میره که پسر خودش اسحاق رو برسونه به قربانگاه، اون ترس و اضطراب رو ازش حرف بزنه. ترس و اضطرابی که تو تفسیرها گم شده، کسی در مورد اضطراب ابراهیم چندان حرف نمیزنه. این داره در مورد اضطراب فرزند کشتن حرف بزنه. کشتن گوزن مقدس رو اگه ندیدید ببینید، یه جوری مرتبط با همین موضوع. کشتن گوزن مقدس اضطراب فرزند کشیه. خود اون اضطرابه رو برای توضیح بده، چی میکشیده تو اون بالا رفتن. به ایوب نگاه کنه، از حال و هوای ایوب درس بگیره. پس شیوهش نوشتن با نامهای مستعار، رفتن تو جلد آدم‌ها، حس کردن اون حال و هوای اونها و ترسیم و نوشتن و توصیف حالشون بوده که خواننده بتونه اون حس و حال رو درک کنه و بتونه تصمیم بگیره، انتخاب کنه، یا این یا آن. صحبتش این نبوده که حتما بیا یه آدم اخلاقی شو، ولی گفته انتخاب کن، انتخاب کن. این پنجره اول مواد خام کار ماه. از تولد تا مرگش یه سری نکات اساسیشو گفتم. حضور گناه در زندگیش، فوت شدن خواهران و برادرانش قبل از 33 سالگی، نوشتن با نامهای مستعار و ژست فلسفه ورزیش رو گفتم براتون. اما پنجره دوم رو اسمش رو بذاریم مرگ و مسئولیت. مرگ و مسئولیت. مرگ حضور پررنگی دیدید دیگه تو اون قصه زندگیش، دیدید مرگ حضور به شدت پررنگی تو زندگی این آدم داشته. 5 خواهر و برادر خودش رو از دست میده و تصور خودش هم این بوده که تا 33 سالگی بیشتر زنده نخواهد بود، زود خواهد مرد.
خیلی زود. به دوست خودش میگفته که بعد از این فقط حرف کسانی رو میخونم که اعدام شدن. میگه اونا هم حرف حساب میزنن، اونایی که در معرض مرگن. به شدت مرگ تو زندگیش حضور داشته و نوع نگاه خاصی نسبت به مرگ داشته که میخوام در مورد این نوع نگاه صحبت کنم. از این نظر که مرگ در زندگیش خیلی حضور داشته، شبیه فیلسوف قرن 20 مای ویتکنشتاین. با یه تفاوت، اینکه ویتکنشتاین 3 برادرش خودکشی میکنن، نمیمیرن و خواهرش میمیره. اون هم به شدت مرگ تو زندگیش حضور داشته و همه اینا رو مرگندیش میکنه که چطور باید به مرگ نگاه کنن. موضوع مرگ موضوع مهمه، این که چطور به مرگ نگاه کنیم، چطور به مرگ نگاه کنیم که پاسداشت زندگی هم انجام بشه. خاطرتون باشه تو جلسه اول یه طرز تلقی از مرگ رو گفتم، اونجایی که داشتم در مورد دموکریتوس صحبت میکردم، فیلسوف خندان، و بعد بیتی از خیام خوندم. گفتم دموکریتوس فیلسوف خندان بود، میدونست پوچی سرنوشت رو، همه اینا رو میدونست. آدمایی که دور و بر بهش نگاه میکردن فکر میکردن این ابلهه، ولی ابله نبود. یه ناامیدی طربناک داشت، ناامیدی طربناکی که تو این بیت خیام، عالی جناب خیام اومده، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چون هستی خوش باش. این موضوع دقیقاً تو کامو هم بعداً بازتاب پیدا میکنه که میگفت سیزیف رو شما به صورت شاد و خوشحال و خوشبخت تصورش کن، از پوچی به چیز وحشتناک نمیرسید. گفت خب عاقبت کار ما نیستیه دیگه، الان که هستی، چون هستی خوش باش. این یه طرز تلقی به مرگه. طرز تلقی ویتکنشتاین چطور بود؟ طرز تلقی ویتکنشتاین به مرگ این بود که مرگ یک آزمونه. دقیقاً توی کتابی، توی یادداشت‌های روزانه‌اش ذکر میکنه که آقای مالک حسینی، کتابشو پیدا نمیکنه، مالک حسینی ذکر میکنه که آره توی ویتکنشتاین و حکمت، توی روزنوشتاش این موضوع رو ذکر کرده که دقیقاً ترس از مرگ بهترین نشانه زندگی نادرست و زندگی بد است. مرگ برای ویتکنشتاین یه آزمون بوده، آزمون خیلی جدی هم بوده، در حد حرف نبوده. این که ما بیایم اینجا دور هم بشینیم حرف بزنیم در موردی که مرگ یک آزمونه، من اگر از مرگ میترسم خب خیلی بده، اینجوری نبوده. رفته تو میدون جنگ، دقیقاً تو خط مقدم به عنوان دیدبان که این اندیشه خودش اونجا آزمون کنه، آیا میترسم از مرگ یا نمیترسم. اونجا تو اون موقعیت مدال شجاعت میگیره برمیگرده. موضوع خیلی مهمی که ما اینجا داریم اینه که این کلمه ها مهم نیست، تحول وجودیه مهمه. این که ویتکنشتاین صحبتش این بوده که مرگ آزمون است و فلان مهم نیست. آیا من به واسطه این کلمات تحول وجودی پیدا میکنم یا نمیکنم؟ اگر تحول وجودی پیدا کردم، حالا چه به شیوه خیامیش، لوکریتوسیش، چه به شیوه ویتکنشتاینیش و چه به شیوه کیرکگاردیش که الان توضیح میدم، این کلمه ها مفید و موثر شده، وگرنه که کلمه است. تحول وجودی مهمه. کیرکگارد مرگ به شدت در زندگیش حضور داشته، حتی در فامیلش هم حضور داشته. کیرکگارد به انگلیسی برش کردیم میشه چرچیارد، حیات کلیسا، گورستان. مرگ تو فامیلش هم حضور داشته، در نام خانوادگیش هم حضور داشته. و برای کیرکگارد مرگ یک نهیب بوده. مرگ یک نهیب بوده. منی که قراره تا 33 سالگی بمیرم، باید بجنبم، حقیقتی که مربوط به من هست رو پیدا کنم، حقیقتی که برای من حقیقت است، اون رو پیدا کنم. نه حقیقتی که هگل تو سیستم فلسفی خودش ترسیم کرده، اون به درد من نمیخوره. من دنبال حقیقتی میخوام بگردم که برای من حقیقت است. و تن به چارچوب‌های اجتماعی نمیدم. حتی در مورد پذیرفته ترین چیزها مثل ازدواج هم من تردید میکنم. من دنبال حقیقتی هستم که برای من حقیقت است. حقیقتی که به زندگی معنا بده. بخونم براتون. هیچ چیز به اندازه مرگ با جدیت تمام نیرو نمیبخشد و شوق نمیانگیزد. هیچ چیز همچون مرگ خواب از سر آدم نمیپراند. مرگ شخص اسیر لذت‌های حسی را وامی دارد که بگوید باده پیش آر، که اسباب جهان این همه نیست.
چون که فردا برسد خواهیم مرد. یه اون آدمی که خب تو مرحله زیبایی شناسی لذت براش مهمه، مرگ بهش نهیب میزنه بجنب، باده پیشار، که اسباب جهان این همه نیست. ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ چرا معطلمون نگه داشتی؟ بجنب بابا. برای آدمی که اسیر لذت‌های حسیه میگه بجنب، مرگ میخواد برسه. آخرالامر گره کوزه‌گران خواهی شد، حالی یا فکر سبو کن که پر از باده کنی. باده رو پر کن، تو که آخرالامر میخوای بمیری، که فکر سبو کن که پر از باده کنی. میگه یه سریا تو این مرحله، میگه خب یه سریا ولی مرحلهشون عوض میشه. فکر مرگ در نهاد انسانی عمیق‌تر ممکن است احساس‌هایی حاکی از ناتوانی و سترونی برانگیزد، به پوچی برسونتش، که به او شهامت تردید و تزلزل خواهد داد. ولی برای شخص به راستی جدی فکر مرگ دقیقاً آهنگ درست را به زندگی می‌دهد و جهت درست به کار گرفتن این آهنگ را. پس بگذار مرگ با قدرت تمام جولان دهد، بگذار همه چیز تمام شود، اما بگذار زندگی مادام که روز است و هنوز شب نشده از حق خود برای کوشیدن بهره برد، و بگذار کسانی که جدیت دارند در این راه از فکر مرگ مدد جویند. فکر مرگ برای کیرکگارد چیزی برای پوچی، چیزی برای بیهودگی نبوده. فکر مرگ نهیبی بوده برای اینکه بجنب، زندگی کن، بجنب و زندگی کن، کم نذار برای زندگی. و به واسطه مرگ زندگی رو پس نزن، به واسطه فکر مرگ زندگی رو پس نزن. اتفاقا فکر مرگی که باید به تو جهت بده، فکر مرگی که باید زندگی رو تو رو پر کنه. این که تو تا ابد زنده نیستی، بی نهایت انتخاب هم نداری، انتخابات محدوده، پس انتخاب کن، و نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که تو آنتوان بلوایه که هفته پیش در موردش صحبت کردم، تو آنتوان بلوایه اتفاقا داستان با مرگ آنتوان شروع شد. داستان رو بخونید دقیقاً تو صفحات اوایل داستان میمیره آنتوان بلوایه. نویسنده میخواد به شما نهیب بزنه، به من نهیب بزنه که مرگ رو پیش چشم ما بیاره، که مرگ رو ببین، این آدمیه که سرنوشتش مرگ شد و حواسش به این که خواهد مرد نبود. توی خواننده حواست باشه که زندگیت مثل زندگی آنتوان بلوایه مرگ سرشت نشه، نیفتی تو قالب‌ها و نقشایی که برات تعریف کردم، بتونی پاس زندگی رو داشته باشی. تو مرگ ایوان ایلیچ هم که قصه مرگ دقیقاً تو عنوان داستان اومده، مرگ ایوان ایلیچ. باز شما با آدمی طرفی که در حال مرگه و در حال مرگ داره زندگی رو مرور میکنه و ببینید با خودش چی فکر میکنه. در حال مرگه، میدونه مرگش خواهد رسید، داره به من نهیب میزنه که تو هم همین حال خواهی داشت، زمانی میرسه که مرگت میرسه. بعد ببین طوری میتونی زندگی کنی که اون موقع این فکرها رو با خودت نکنی. میگه حتی این فکر به ذهنش خطور میکرد که شغلش، خانوادهش، همه اینها ممکن است از بن نادرست بوده باشد. تلاش میکرد از همه آنها دفاع کند، اما ناگهان بی‌پایه بودنشان را احساس میکرد. دیگر چیزی نبود که از آن دفاع کند، دیگر هیچ چیز نبود. به خود گفت اگر تا به حال هر چه کردم نادرست و جبرانش غیر ممکن باشد، در این صورت چه کار باید بکنم؟ تاغ‌باز خوابید و از نو مشغول بررسی زندگیش شد. صبح وقتی به ترتیب پیشخدمت، زن و دختر و سپس پزشک را دید، هر حرکت و هر حرف آنها برایش مؤید حقیقتی بود که شب قبل کشف کرده بود. او خود و هر آنچه را وابسته‌اش می‌کرد در وجود آنها متبلور می‌دید. به وضوح می‌دید همه آنها جز فریبی نبوده که هم زندگی و هم مرگ را از نظرش دور داشت. همه آنها فریبی نبوده که جز فریبی نبوده که هم زندگی و هم مرگ را از نظرش دور کرده. درک این حقیقت دردش را بیشتر می‌کرد. از درد به خود می‌پیچید. به نظرش می‌رسید که حتی در لباس‌هایش هم راحت نیست. مرگ رو پیش چشم ما میذارن،
که این فرصت کوتاه زندگی رو پاس بداریم که اون نهیبه رو به ما بزنن. پیوند عمر بسته به مویی است، هوش دار. غمخوار خویش باش، غم روزگار چیست؟ این نهیب‌ها به ما زده میشه. و این قصه مرگ. قصه بعدی مسئولیته. پنجره دوم مرگ و مسئولیت بود. مسئولیت در نظر کیرکگارد به شدت پررنگ بود. موضوع مسئولیت. نویسنده هم عصرش هانس کریستیان اندرسنه که ما به خوبی میشناسیمش، کسی که برای کودکان مینوشته و میگفته این چیزایی که تو مینویسی به درد نمیخوره، پر از احساساتی بازی و حس تظلمه. دخترک کبریت فروش، اینو به درد نمیخوره. یه چیزی بنویس که به بچه‌ها حس مسئولیت پذیری رو یاد بده، اینکه مسئولیت زندگیشون رو تمام و کمال قبول کنن. و بعد دقیقاً از همین منظر با کلیسا در افتاده بود. میگفت ای کسی که داری این نوشته‌های من رو میخونی، ای کسی که اینجا داری این حرفای من رو گوش میدی، دست از مسخره کردن خدا بردار. دست از مسخره کردن خدا بردار که گناهی از این بزرگتر نیست. کلیسا رفتن تو معادل مسخره کردن خداه. میگفت مسیحیت اومده که اتفاقا آدما مسئولیت لحظه تفسیری که از مسیحیت داشت این بود دیگه. مسیحیت اومده که آدما مسئولیت ساعت به ساعت زندگی خودشون رو قبول کنن. شما با این دم و دستگاه مزخرفی که ساختید دارید یه کاری میکنید که آدما دیگه مسئولیت زندگیشون رو قبول نکنن، بیان پیش کشیش و بار مسئولیت رو از دوش خودشون بردارن، خودشون رو سبک کنن و شما با این دم و دستگاهی که راه انداختید مسئولیت پذیری رو از آدما گرفتید. و میگفت حتی یک کشیش شریف پیدا نمیشه. حتی یک کشیش شریف پیدا نمیشه. حدود چند دهه بعدش نیچه چیزهای شبیه هم رو در مورد کلیسا گفت، در مورد مسیحیت گفت، اما به شکل دیگه. کیرکگارد میگفت مسئولیت پذیری رو شما گرفتید، در حالی که مسئولیت پذیری در کانون مسیحیته. اما شما گرفتید. شما دم و دستگاهی رو انداختید که مسئولیت پذیری رو گرفته و ریاکارانه خودتون رو مسیحی میدونید. جرأت داشته باشید بگید مسیحی نیستم. بگید مثل من کیرکگارد من مسیحی نیستم. جرأت رو داشته باشید اینو بگید. چرا ریا به کار میبرید؟ از نظر نیچه داستان چی بود؟ از نظر نیچه میگفت مسیحیت یک دستگاه بزرگ برای انکار و سرکوب درست کرد. گفت شما چیزهایی که بردگان، اخلاق بردگان، چیزهایی که عرضه رسیدن بهش رو نداشتید، براش فضیلت درست کردید. شما جرأت اینو نداشتید که در مقابل اربابتون نه بگید، از فضیلت تبعیت و اینا حرف زدید. شما سکس رو می‌خواستید اما نمیتونستید بهش برسید، براش فضیلت پاکدامنی درست کردید. می‌خواستید چیزایی که بهش نمی‌رسید، ثروت رو می‌خواستید، فرمان روایی رو می‌خواستید، بهش نمی‌رسیدید، گفتید اب نداره، این آدمی که ثروتمنده اصلا نمیتونه وارد بهشت بشه، شطور از سوزن راحت‌تر رد میشه تا این آدم ثروتمند. بعد شما فرمان روایی هم می‌خواستید، دوست داشتید حاکم زمین بشید، بهش نمی‌رسیدید، داستان درست کردید که فرمان روایی در نهایت به دست ما خواهد افتاد، به دست ما مؤمنان خواهد افتاد. گفت شما چقدر ریاکارید. اما مشکلش این بود. کیرکگارد هم اینو میگفت شما با ریاکاری مسئولیت پذیری رو از ما گرفتید و یک آدم شریف تو بین شما پیدا نمیشه. مسئولیت پذیری رو از ما گرفتید. این پنجره دوم چندان وقتی ندارم. پنجره سوم رو میگم خدمتتون به طور مختصر. 3 ساحت زندگی از منظر کیرکگارد که کم و بیش در موردشون صحبت کردم. ساحت اول از نظر کیرکگارد ساحت زیبایی شناسانه است. در ساحت زیبایی شناسانه تو کتاب یا این یا آن به یه فردی میپردازه که دونژوانه، آدمی که مدام اغوا میکنه از زنی به زن دیگه و سعی میکنه حس و حال اون آدم رو بفهمه، درک کنه. آدمی که دونژوانه و کلاً آدمی که تو مرحله زیبایی شناختیه، نکته مهم و کانون زندگیش لذته.
حالا صرفاً اینکه فردی که تو مرحله زیبایی شناسان است صرفاً دون جوان نیست، دون جوان رو به عنوان یک مثال ذکر میکنه. آدمی تو مرحله زیبایی شناختیه که کانون زندگیش لذته که اون رو به حرکت وامی داره، لذت‌های حسی و لذت‌های ذهنی. میگه این آدمی که کانون زندگیش لذته، زمانی که به اون لذت میرسه بعد از مدتی دچار ملال میشه و باز باید دوز اون لذت رو بالا ببره که از ملال بتونه فرار کنه. این گونه روانشناسیش میکنه. میگه دون جوان زمانی که یک زن رو اغوا کرد و زمانی که با اون به بستر رفت، بخشایش اگر رسیدن براتون میخونم، زمانی که با اون به بستر رفت اون زن دیگه براش ملال آور میشه و بعد باید دوز لذت رو بالا ببره و بره سراغ زن دیگری و بره سراغ اغوای دیگری. یه بخشش رو براتون بخونم از کتاب یا این یا آن که اون حس و حاله رو، این چیزی که دارم میگم، بهتر درک کنید. و اون حس حالا در معرض عشق جنسی قرار گرفتن برای اون دون جوانه مهمه. یه تکانه‌ایه که دوباره براش تکراری میشه، دوباره باید بره تو اون معرض اون حس قرار بگیره و بعد دوباره اینو تجربه کنه. از این منظر هم هست که یه مقدار با ازدواج میشه از این منظر هم بررسیش کرد. یه مقدار با ازدواج زاویه داره. میگه که اون آدمایی که تو مرحله زیبایی شناسی ان، آدمایی که لذت تو کانون توجهشونه، ازدواج کردن براشون کار درستی نیست. چون این آدم انتخاب کرده دیگه، اگه جرأت داری انتخاب کردی خب باید بمونی پاش دیگه، پای انتخابت باید بمونی. چون اون آدم مدام میخواد لذت‌های جدید رو تجربه کنه. اون آدمی که تو مرحله زیبایی شناختیه، بیش از این که تمایل داشته باشه دوست داشته باشه کسی دیگری رو، تمایل داره دوست داشته بشه، تمایل داره اغوا کنه و به همین خاطر آدم مناسبی برای ازدواج نیست. بخونم براتون. وه که چه زیباست عاشق بودن، وه که چه گیراست که بدانی که عاشقی، و آیا من نباید آسوده خاطر باشم، من که مشمول لطف خدایان واقع شدم و از لذت نادر دوباره عاشق شدن برخوردار گشتم. کار هنری و مطالعه کردن هیچ کدام نمیتواند چنین لذتی به آدم ببخشد. این یک موهبت است. اما همین که بخت یارم شد تا باز به عشق جنسی مبتلا شدم، از خودم پرسیدم تا کی میتوان ادامه اش داد. این عشق دوم را مثل طفلی دردانه لوس میکنم، کاری که هرگز با عشق اول نکردم. تجربه نشان میدهد که این رویدادها در زندگی آدم انگشت شمار و دیر به دیر پیش میآید. پس آدم بدانها مدیون است و باید حداکثر بهره را از آنها ببرد. زیرا سرخوردگی واقعی زمانی حادث میشود که آدم هیچ مشکلی در اغوا کردن دختران جوان ندارد، اما یافتن دختری که ارزش اغوا کردن داشته باشد به راستی لذت نادری است. بعد ادامه میده، میگه بیشتر آدم‌ها همان بار اول دستپاچه میشن و بلافاصله نامزد میکنن یا کار دیگر میکنن که به همان اندازه احمقانه است و در یک چشم برهم زدن همه چیز برباد میرود. این دسته از آدم‌ها نه حالیشان میشود چه چیز به دست آوردن، نه حالیشان میشود چه چیز از دست دادن. میگه آدمی که تفکر دون جوانی داره نباید ازدواج کنه. این چیزی که داشت توصیف میکرد، رفته الان تو پوست دون جوان، تو پوست دون جوانه، داره در مورد یک آدمی که تو مرحله دون جوانه و طرز تفکرش فکر میکنه. بحث تاییدش نیست، اصلا بحث تایید یا رد نیست، داره حالشو میگه برای من اون تجربه عاشقی کردن و عاشق شدن مجدد جالبه. و بعد باز جای دیگه ذکر میکنه بعد از اینکه اون فلان دختر که حتی اسمش هم دیگه خاص شده بود، چون این مدام باید دوز لذت رو بالا ببره دیگه، این دختر رو اغوا کرد، اون دختر رو اغوا کرد، حالا دیگه باید برن سراغ یه دختری که غیر از اینکه جذابیت‌های ظاهری داره، اسمش هم اسم عجیب و غریبیه. و بعد وقتی اون رو به دست میاره میگه خب اینم که چیز خاصی نبود دیگه. میگه آدمی که تو مرحله دون جوانیه، ازدواج کردن براش بی‌معنیه. چه کاری بود کردی شما تو اولین عاشق شدن رفتی نامزد کردی؟ اصلا حواست هست چی رو از دست دادی؟ حواست هست چی رو به دست آوردی؟ نمیتونی بفهمی اینا. این آدم دونجوانیه. تو این کتاب یا این یا آن یه تنشی هست بین یه آدم دونجوانی و یک آدمی که مرد خانواده است، ویلهلم. آدمی که تو مرحله اخلاقی دیگه لذت تو کانون توجهش نیست. آدمی که تو مرحله اخلاقی یه سری اصول اخلاقی برای خودش تدوین کرده که پایبندی به اون اصول اخلاقیه که براش مهمه، نه لذت. اونی که تو کانون نگاهشه، اون آدمه که مرد خانواده است.
آدمی که لذت دیگه تو کانون نگاهش نیست، در مرحله اخلاقی قرار گرفته، رفته تو سپهر اخلاقی، دیگه از لذت از مسائل جزئی کنده، وارد اصول کلی شده. اون اصول کلی رو مثل یک تابلو پیش چشمش گذاشته و اون اصول کلی رو انتخاب کرده، نه اینکه جامعه بهش گفته باشن. گله‌ای عمل نکرده، میان مایه نیست، توده‌ای نیست. اخلاق خودش رو تدوین کرده و به یک سری اصول پایبنده. این آدم اخلاق نداره. اگر توی این مرحله نیست نباید ازدواج کنه. و بعد میگه از این سپهر که فراتر بریم وارد سپهر ایمان میشیم. شهسوار ایمان. که شهسوار ایمان تحول وجودی پیدا کرده و جهش ایمانی کرده. جهش ایمانی یک کلمه کلیدیه، تحول وجودی یک کلمه کلیدیه. تحول وجودی فکر می‌کنم مهمترین کلمه‌ایه که من تو این 4 جلسه دارم به کار می‌برم. تو جلسات اول ما تو پرسش و پاسخ فکر می‌کنم گفتم. یعنی کلمه‌ها باید در ما تحول وجودی ایجاد کنن. اگر تحول وجودی ایجاد نکنن و حال ما رو از حالی به حال دیگه نبرن، دگرگون نکنن، شدن رو ایجاد نکنن، فایده ندارن. میشن مثل همون ساختارهای فلسفی که هیچ ارتباطی با هستی انضمامی ما برقرار نمی‌کنن. انتزاعی میشن. کلمه ها باید بیان در هستی انضمامی ما، در بودن ما تغییر ایجاد کنن، شدن ایجاد کنن. و جهش ایمانی نوعی شدنه. کیرکگارد باز به جای اینکه فلسفه بافی کنه که دلایل اثبات وجود خدا این است و آن است و انسانی که کامل است فلان، از این حرفا نمیزنه. شما توی کتاب تکرار به واسطه ایوبه که با یک شهسوار ایمان مواجه میشی و توی کتاب ترس و لرز به واسطه ابراهیمه که شما با یک شهسوار ایمان روبرو میشی. داره حس و حالش رو برات توصیف میکنه و چقدر زیبا توصیف میکنه. بخونم براتون بخشایش رو. من تمامش میکنم. سریع تمامش. آه ایوب، ای ولی نعمت زجر کشیده از یاد نرفتنی من. آه ایوب، ای ولی نعمت زجر کشیده از یاد نرفتنی من. آیا زهره آن را دارم که همراه رکابت باشم؟ می توانم آیا به سخنان تو گوش بسپارم؟ مرا از خود مران، روی و ریا در کار من نیست. صداقت دارم. اینها که بر رخسارم جاری است اشک تمساح نیست. حتی اگر کاری جز گریستن پا به پای تو از دستم بر نیاید. من هیچگاه حشمت و جاهی نداشتم، مثل تو 7 پسر و 3 دختر نداشتم. ولی حتی کسی که آه در بساط ندارد هم ممکن است همه چیز را از دست بدهد. به او هم ممکن است احساس کسی دست بدهد که پسران و دخترانش را از دست داده است. کسی که معشوقش را از کف داده. برگشته به اون قصه رگین اولسن. میگه من مثل تو حشمت و جاه نداشتم، ولی من معشوقی داشتم که دلبستش بودم و احساس کردم ازدواج من کاری درستی نیست و ازدواج نکردم. معشوقم از دست دادم، همه چیزم از دست دادم. ممکن است به او هم احساس کسی دست بدهد که انگار زخم‌های ناسور به جان و تنش افتاده است. کسی که شرف و غرورش را از دست داده و به همراه آنها معنا و اراده زندگی کردن. و بعد جای دیگه میگه که آه ایوب، آه ای ایوب، آیا تو به راستی چیزی غیر از این کلمات زیبا بر زبان نیاوردی؟ خدا داد و خدا گرفت و نام خداوند مبارک است. آیا اینها تنها کلماتی بود که بر زبان آوردی؟ با تمام درد و عذابی که کشیدی فقط همینها را تکرار کردی؟ چرا 7 روز و 7 شب خاموش ماندی؟ در روحت آخر چه می‌گذشت هنگامی که تمام هستی بر سرت خراب شد و همچون تکه سفالی شکسته در اطراف پاهایت پخش و پلا شد؟ آیا بلافاصله به این شکل فوق بشری بر خود مسلط گشتی؟ آیا بلافاصله به این تعبیر از عشق دست یافتی؟ به این پردلی برخواسته از ایمان و اعتماد؟ یه حال ایوب به عنوان یک کسی که در مرحله ایمانه اینه. با سفال خودش رو میخارونه، حرف نمیزنه، دلیلی برای کسی نمیاره، نمیخواد کسی رو قانع کنه، سکوت داره.
و تو ابتدای کتاب تکرار هم از دیوجانس حرف میزنه. خیلی جالبه. اوایل کتابش مثل اون کارگردانای حرفه‌ای سکانس اول کتاب یا اون بند اول کتاب انگار میخواد حالیت کنه که قراره تو کتاب چه جریانی اتفاق بیفته. از دیوجانس کلبی حرف میزنه که یکی از کسانی که فکر میکنم از طرفداران پارمنیدس بودن جلوش میان حرف میزنن که حرکت ممکن نیست، همه چیز ثابته، حرکت توهمه. میگه دیوجانس یک کلمه هم حرف نمیزنه، فقط پا میشه چند قدم جلو میره عقب میاد، جلو میره عقب میاد. دیگه نیاز به حرف زدن نیست سر این کارا. واقعا دارم حرکت میکنم، میگه اینو خودم میفهمم دیگه، برای چی حرف بزنیم سرش؟ همینه، برای چی حرف بزنیم سرش؟ من که دارم راه میرم، خودم میفهمم دارم راه میرم، خودم مچل حرفای تو بکنم، برای چی؟ تحول وجودی تو ایوب رخ داده که این اتفاق میفته و تحول وجودی در مرحله ایمان به معنی جهش ایمانیه. جهش ایمانی یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل من دیگه کفاف نمیده به مرحله ایمان برسم. تمام. من با عقل سقراطی خودم نمیتونم ایمان رو توجیه کنم. نمیتونم توجیه کنم. من باید جهش ایمانی کنم. جهش ایمانی انجام میدم. جهش ایمانی انجام میدم و اون حس و حال و اون ایمان شورمندانه رو به واسطه اون جهش ایمانی تجربه میکنم. و این نکته مهم. یعنی واقعا با توجه به اینکه بعد از کانت و دکارت و دیوید هیوم و همه اینا اومده، میفهمه که این موضوع ایمان موضوعی نیست که با عقل بشه، با عقل سقراطی بشه فیصلش داد. کمان که ویلیام جیمز این رو میفهمید. و باید برای رسیدن به ایمان جهش ایمانی انجام داد. ایمان رو انتخاب اراده کردنه. انتخابه. شما وقتی اثبات میکنید مجموع زوایای مثلث تو هندسه 180 درجه است که دیگه انتخاب نمیکنی به این باور بیاری که اثبات کردی دیگه. چیزی که اثبات میشه که دیگه انتخاب کردن نداره، تو دیگه مجبوری قبول کنی. ولی ایمان اثبات نمیشه. شما فقط باید گشودگی داشته باشین نسبت به اون حقیقت ابدی، eternal truth. و اگر حقیقت سقراطی، Socratic truth، چشم تو رو ببنده، از نظر کیرکگارد دوچار چی شدی؟ دوچار گناه معرفت شناخته شدی. باید گشوده باشی. این گشودگیه رو باید داشته باشی. وگرنه اگر در مرحله زیبایی شناسی بمونی، هر کاری هم بکنی، هر چقدر دوز لذت رو بالا ببری، در نهایت دوچار ملال خواهی شد. این رو بدون. در مرحله اخلاقی هم آزار خواهی دید. شهسوار ایمانه که زندگی رو میپذیره همین گونه که هست و آدم عجیب و غریبی نیست، ممکنه مأمور مالیات باشه. و توی کتاب معنای زندگی، بندهای آخر صحبتم، به یکی از مهمترین بخش‌هایی که کیرکگارد نوشته و اتفاقا پیش از معروف شدنش بوده، 22 سالش بوده اون موقع، تو 22 سالگی اون بند رو نوشته، به اون اشاره میکنه و اتفاقا بهترین بند رو هم به نظرم انتخاب کرده برای بحث معنای زندگی. هنوز کتاب یاینیان رو ننوشته، ولی این فکر داره تو ذهنش میچرخه که من تا 33 سالگی زنده هم نهایتا، زود خواهم مرد. و میگه که من به دنبال حقیقتی میگردم که برای من حقیقت باشد، حقیقتی که به زندگی من معنا ببخشد، دلیلی بشه برای زندگی کردن من و برای مردن من. چه فایده‌ای داره من اگر بتونم همه تاریخ رو توجیه کنم، همه تاریخ رو بفهمم؟ چه فایده‌ای داره اگر من بتونم مسیحیت رو توضیح بدم و بفهمم، اگر چیزی در وجود من تغییر نکنه؟ من به دنبال حقیقتی هم که برای من حقیقت باشه. و نکته مهم اینه، یعنی این آدم، بذارید یه بندش هم بخونم، من به کتابم امانتدار باشم، وفادار باشم، بخشایشو بخونم. آنچه حقیقتا نیاز دارم شفاف بودن راجع به پرسش چه باید انجام دهم است، نه اینکه چه باید بدانم. این پرسشی درباره فهم سرنوشتم است، درباره درک آنچه کردگار خداوند حقیقتا از من میخواهد چه انجام دهم. مسئله یافتن حقیقتی است که حقیقت من است، یافتن ایده‌ای که برای آن حاضرم زندگی کنم و بمیرم. و فایده کشف حقیقتی به اصطلاح عینی یا به طور مداوم درگیر سیستم‌های فلسفه بودن چیست؟
فایده مطرح کردن معنای مسیحیت توضیح بسیاری واقعیت‌های مجزا اگر هیچ معنای عمیق‌تری برای خودم و زندگیم نداشته باشد چیست؟ اینا چه فایده‌ای داره؟ اون سیستم‌های فلسفی مسیحیت چه فایده‌ای داره؟ من باید چیکار؟ اینو به من بگید. من باید اینو بفهمم. اینی که خودشناسی تو مرکز قانون فلسفه‌اش قرار میگیره. اینی که شما تو جای کتاباش می‌بینید آقا این آدم یه آدمیه که درگیره با اون موضوعی که چرا رگین اولسن رو ولی کرد. خب الان با ایوب چطوری میتونه خودش رو تسکین بده؟ با ابراهیم باید چیکار کنه؟ دنبال حقیقتی میگرده که برای خودش حقیقت باشه، نه دنبال سیستم فلسفی ساختن. و تو این طرز تلقی همه ما باید دنبال حقیقتی باشیم که برای خودمون حقیقته. و نکته مهم به نظر من اینه، زمانی که اون حقیقته پیدا میشه، به تعبیر ویتکنشتاین، زمانی که اون حقیقته برای ما پیدا میشه دیگه زندگیمون معنادار میشه، هرچند که نمیتونیم در مورد معنای زندگی حرف بزنیم، چون معنای زندگی چیزی نیست که بشه در موردش سخن گفت. معنای زندگی مثل عشق به نوعی. زمانی که یک آدم عاشق میشه، نه اینکه مسئله‌اش حل بشه، دیگه مسئله ای نداره. و تو تلقی کیرکگاردی زمانی که یک آدم مؤمن میشه، ایمان میاره، مسئله‌اش حل میشه. و سعی میکنه ما رو به اون ساحت ایمانی برسونه، با کتاب ایوب، با کتاب تکرار، با کتاب ترس و درس. و البته بخشی از ترس و درس هست، بخشی از اون نگاهی که به ابراهیم داره برای من قابل دفاع نیست. یا من نمیفهممش یا نمیتونم ازش، یعنی برای من قابل دفاع نیست، کاری با اون بخش نداره. ولی کتاب ایوب و کتاب تکرار به نظرم واقعا جذاب خوندنیه، طرز تلقی که از ایمان داره شنیدنیه. و به واسطه اون ایمان و به واسطه اون ایمانه که اون یأس، اون ملال از بین میره در منظر کیرکگاردی. و به واسطه اون ایمانه که ارتباط ما با هستی برقرار میشه. و این مهمترین نکته است. جمع‌بندی کنم بحثتون. از زندگی کیرکگارد شروع کردیم تو پنجره اول، از تولد تا مرگش. اینکه احساس گناه به شدت در زندگیش جریان داشته، اینکه مرگ به شدت در زندگیش پررنگ بوده، پدری داشته مالیخولیایی و خودش هم این مالیخولیا رو به ارث برده بوده، همه اینا در زندگیش حضور داشته. اینکه ژست نوشتنش ایستادن پشت میز خطابه و نوشتن بوده، انگار که داره خطابه میگه. و اینکه میرفته تو جلد آدم‌های مختلف با اسامی مستعار و مینوشته، با اسامی مستعار مینوشته و سعی می‌کرده حال روز یه آدم دنجیانی، اضطراب ابراهیم، حال روزی که انسان اخلاقی خانواده‌دار، حال روز اینا رو درک کنه و توصیف کنه و پیش چشم همه بیاره. این پنجره اول بود. تو پنجره دوم در مورد مرگ و مسئولیت صحبت کردیم که اینکه مرگ در نظر آدم‌های مختلف معناهای مختلف داره. یک نوع تلقی از مرگ اینه که چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چون هستی خوش باش. فیلسوف خندان، ناامیدی طربناک. یه طرز تلقی دیگه از نظر ویتکنشتاین اینه که مرگ آزمونه. زمانی که من از مرگ ترسیدم، یعنی زندگی نادرست دارم و پایبند میمونه به این طرز تلقی. و طرز تلقی کیرکگاردی چیه؟ مرگ نهیبه. مرگ به آدم آهنگ زندگی درست میده. مرگ به آدم این رو میگه که تو تا ابد فرصت نداری، انتخابات محدوده و درست انتخاب کن. این پس طرز تلقی بود. در مورد آنتوان ولوایی دوباره صحبت کردم و در مورد مرگ ایوان ایلیچ که با مرگ شروع میشه، دقیقاً با مرگ شروع میشه تا به ما نهیب بزنه که شما هم زمانی به همچین عاقبتی دچار میشید. تا فرصت دارید کاری بکنید. پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار، غمخوار خویش باش، غم روزگار چیست. در مورد مسئولیت صحبت کردم، تنشی که با هانس کریستیان اندرسن داشت که این حرفایی که شما میزنید، چیزهایی که شما می‌نویسی احساساتیگری و تظلمه. مسئولیت پذیری رو به بچه یاد بده. در مورد کلیسا میگفت که یک کشیش شریف پیدا نمیشه. کلیسا اومده مسیحیت رو، معنای مسیحیت رو از بین برده، معنای مسیحیت رو نابود کرده. مسیحیت یعنی پذیرفتن مسئولیت ساعت به ساعت زندگی. و کلیسا داره این بار مسئولیت رو از جلوی شما برمی‌داره و با ما سرخوشی رستگاری میده. و میگفت دست از مسخره کردن خدا بردارید. به کلیسا نرید.
و بعد در مورد 3 ساحت زندگی صحبت کردم. ساحت زیبایی شناسانه، تو کانون ساحت زیبایی شناسانه لذت امر جزئیه و مدام کسی که در ساحت زیبایی شناسانه است مدام باید دوز لذت رو افزایش بده وگرنه دچار ملال میشه. مدام دنجوان باید از زنی به زن دیگه بره تا دوز لذت رو افزایش بده و دچار ملال نشه. و بعد در مورد ساحت اخلاقی صحبت کردم. تو ساحت اخلاقی امر کلی مد نظره، اینکه اصلی اخلاقی فرد برای خودش انتخاب کرده و سعی میکنه به اون اصل اخلاقی پایبند بمونه. و بعد در مورد ساحت ایمانی صحبت کردم. شهسوار ایمان جهش ایمانی انجام بده، مثل یک جهش ایمانی تو کتاب‌های کیرکگارد نیومده. جهش رقاص بالا است، مفسرین شارحینش بعدن جهش ایمانی گفتن. جهش رقاص بالا اینطوریه که شما وقتی نگاه میکنی به حرکتش میبینی رفت بالا، خیلی قشنگ و آروم اومد پایین، فکر میکنی کار راحتی انجام داده، ولی وقتی خودت می انجام بدی دست و پات به هم میپیچه. خب بگه جهش ایمانی کار ساده ای نیست. جهش ایمانی یعنی اینکه ما از نظر عقلی، عقل سقراطی به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم ایمان رو توجیه کنیم با عقل سقراطی، پس باید ایمان رو اراده کنیم. ما مجموع زوایای مثلث 180 درجه است رو اراده نمی‌کنیم، اون رو اثباتش می‌کنیم. اما ایمان رو نمیتونیم اثبات کنیم، ایمان به خداوند رو نمیتونیم اثبات کنیم، پس باید جهش ایمانی انجام بدیم. جهش ایمانی باید انجام بدیم یعنی ما نمیدونیم اون طرف چیه، نمیدونیم اون طرف چه اتفاقی در انتظار ماست. مثل پریدن تو استخر، یه تعبیری از فیلسوفای دین دارن، مثل پریدن تو یک استخر در شبه که تو نمیدونی اون استخر پره یا خالیه، ولی میپری. و خود اون پریدنه، خود اون اراده کردن، فارغ از این که چیزی اون تو باشه یا نباشه، در تو تحول وجودی ایجاد میکنه. اون تحول وجودی مهمه. یعنی مهم شاید این نباشه که واقعا خدایی هست یا نیست، مهمه که اون پریدنه، اون جسارت کردنه در توی تحول وجودی ایجاد میکنه و تو نوع نگاهت به زندگی تفاوت پیدا میکنه. و شهسوار ایمانه که با زندگی به صلح میرسه و کار عجیب و غریبی نمیکنه، زندگی عادی روزمره شو داره. و این همون مثل اون حرکت رقاص بالا است که فکر میکنی خیلی کاراش عادیه، ولی تو نمیتونی اونجوری باشی. من نمیتونم اونجوری باشم چون شهسوار ایمان نیستم. حقیقتی که برای من حقیقت باشد موضوعی بود که کتاب معنای زندگی بهش پرداخته بود. حقیقتی که برای من حقیقت باشد. این که بدونم سیستم‌های فلسفی چگونه‌اند به درد من نمیخوره. من باید دنبال حقیقتی بگردم که برای من حقیقت باشد. و اینه که به من شور زندگی میده، چیزی که براش زندگی کنم و براش بمیرم. و زمانی که این حقیقت پیدا بشه، زندگی من معنا پیدا میکنه. هرچند که شاید نتونم در مورد معنا حرف بزنم. بس